اندرسون از زمان عشق پریشان در سال 2002 فیلمی رو در زمان حال روایت نکرده بود، اما این بار داستانی رو در آمریکایی مدرن روایت میکنه که به یک دولت پلیسی تبدیل شده. Steve Lockjaw just attacked my home, and I cannot remember for the life of my only child the answer to your question. Maybe you should have studied the rebellion text a little harder. I need to find my daughter. Well, then call us back when you have the time. درود به همگی، به کانال خودتون فریم اکو خوش اومدید. جایی که با نگاهی تیزبین و عمیق به دنیای سینما میپردازیم. امروز میخوایم در مورد فیلمی صحبت کنیم که نه تنها بهترین فیلم سال 2025 بلکه یک حماسه سینمایی نابه که قواعد نقد و تحلیل رو به چالش کشیده. درسته، صحبت از نبردی پس از نبرد دیگره. جدیدترین و پرهزینه ترین اثر پل توماس اندرسون. پل توماس اندرسون یکی از بزرگترین کارگردانان معاصر آمریکاه. اندرسون استانداردهای باور نکردنی و جدیدی برای سینما به وجود آورده. بعد از شاهکار قبلیش خون به پا خواهد شد که بسیاری از منتقدان اون رو تغییر دهنده دستور زبان سینما توصیف کردن، اندرسون این دفعه با فیلمی برگشته که وعده تجربه‌ای به همون اندازه تاریخی و قدرتمند رو میده. نبردی پس از نبرد دیگر با امتیاز 96 در متاکریتیک و 95 در راتن تومیتو تا الان جایگاه بهترین فیلم اون رو کسب کرده. نبردی پس از نبرد دیگر نه تنها یک پیروزی فنی بلکه یک پیروزی قاطع در ترکیب حساسیت‌های هنری عمیق اندرسون با لذت و هیجان یک بلاکباستره. این فیلم سرگرم کننده ترین اثر اونه، در حالی که از نظر مضمونی یکی از غنی ترین آثار اندرسون محسوب میشه. یک شاهکار مهیج و دیوانه‌وار. داستان حول محور باب فرگوسن با بازی لئوناردو دیکاپریو میچرخه، یک انقلابی سابق که با روبوده شدن دخترش ویلا با بازی چیس اینفینیتی دوباره مجبور میشه برای نجات اون در کنار همرزمان قدیمیش بایسته. اندرسون این فیلم رو بر اساس رمان واینلند توماس پینچون ساخته و جایی اعتراف کرده که واینلند برای اقتباس مستقیم بیش از حد دشوار بوده. به خاطر همین بخشایی رو که به خط فکریش نزدیکتر بوده مثل یک دزد برداشته و در تاریکی شب گم شده. ایده اصلی همونطور که خود اندرسون میگه اینطوره که چه اتفاقی میفته وقتی انقلابیون پراکنده میشن و چی میشه وقتی گذشته بر میگرده و شما رو تعقیب میکنه. این فیلم به طور مستقیم نظامیگری، نژاد پرستی، اقتدارگرایی رو بررسی میکنه. گروه انقلابی فرنچ 75 یا همون فرانسه 75 که باب و پرفیدیا بیورلی هیلز با بازی تیانا تیلور در اون عضویت داشتن الهام گرفته شده از گروه‌های رادیکال دهه 60 و 70 مثل ودر آندرگرانده که دست به بمبگذاری، سرقت بانک و آزادی مهاجران می‌زدن. اندرسون میگه بزرگترین اشتباهی که میتونم مرتکب بشم اینه که سیاست رو در اولویت قرار بدم، چون عمر کوتاهی داره. در عوض تمرکزم روی چیزهاییه که هرگز کهنه نمیشن، احساسات عمیق انسانی. هستی شناسی فیلم در مورد نبردی موروثیه. همونطور که آدام نیمن میگه فیلم های متأخر اندرسون بر میراث و این حقیقت تمرکز دارن که هر نسل جدید باید با نبردهایی که از عواقب اعمال گذشته والدینشون به جا مونده مبارزه کنن. باب که زمانی بیباک بود الان در یک پارانویا زندگی میکنه و میترسه مبارزه‌ای که اون شروع کرده گریبانگیر دخترش ویلا بشه. فیلم مستقیما به اونچه اسلاوی ژیژک هسته منحرف لذت سیاسی مینامه شیرجه میزنه، جایی که انقلاب فقط درباره تغییر نیست بلکه درباره هیجان، آشوب و کشش تقریبا اروتیک آشفتگیه. این فیلم از نظر فنی هم یک دستاورد خیره کننده است. اندرسون از فرمت ویستا ویژن استفاده کرده. تو ویستا ویژن اینطوری که فیلم رو به صورت افقی از دوربین عبور میدن و با این کار یه تصویر فوق‌العاده واضح
ایجاد میشه. این انتخاب نشون میده که اندرسون در تلاش بوده تجربه حماسی و در عین حال صمیمی و نزدیک به واقعیت خلق کنه. فیلمبرداری مایکل باومن کامله، نماهای فوق‌العاده‌ای که داستان عمیقاً انسانی رو زیر آتش‌بازی‌ها بازتاب میده. استفاده نوآورانه اندرسون از ویستا ویژن قواعد رو به شیوه خودش مثل موج نو فرانسه علیه استانداردهای استودیو به چالش میکشه. مثل ژان لوک گودار که از تدوین نوآورانش و به خصوص استفاده از جامپ کات‌ها در فیلم از نفس افتاده برای اختلال در جریان روایی فیلم استفاده کرد. به وضوح تکامل سبک کارگردانی پل توماس اندرسون توی این فیلم قابل مشاهده است. سبک اندرسون از ماکسیمالیسم اولیه تو فیلم‌های برد دشوار و شب‌های عشرت به سمت مینیمالیسم اسطوره‌ای که به وضوح در خون به پا خواهد شد و رشته خیال، آثاری که تمرکز بر خویشتن‌داری، سکوت و فضای خالی داشتن حرکت کرده. اما در نبردی پس از نبرد دیگر اندرسون انگار این سبک‌ها رو سنتز کرده و فیلمی با آشفته حالی کنترل شده رو به نمایش میذاره. کارگردانی صحنه‌های اکشن خیره کننده است. صحنه تعقیب و گریز نهایی تو تپه‌های بیابونی کالیفرنیا یک کودتای بصری شده. انگار اندرسون تونسته جاده و ماشین رو که عناصر تکراری توی سینما هستن رو با استفاده از جایگذاری خاص دوربین و نبوغ فنی که داشته به یک کشف بصری کاملا جدید و میخوب کننده تبدیل کنه. دوربین طوری استفاده شده که جاده‌های مواج رو شبیه امواج اقیانوس نشون میده و این یه حرکت نوآورانه در بازآفرینی ژانر تعقیب و گریزه. تعقیب و گریز بی پایان بی‌عدالتی و عدالت. ژان لوک گودار یه جا گفته بود سینما حقیقتیه که 24 بار در ثانیه رخ میده. اندرسون این حقیقت رو در دل آشوب و طنز سیاسی بازآفرینی میکنه. فیلم هم سرگرم کننده است و هم نقدی بر وضعیت دو قطبی آمریکای امروز، جایی که گذشته رادیکالیسم دهه 60 با فاشیسم مدرن برخورد میکنه. این فیلم با ترکیب ژانرهای متناقض مثل کمدی اسکروبال، هیجان انگیز، سیاسی و درام خانوادگی خودش رو متمایز میکنه. اندرسون شوخ طبعی و طنز سیاه رو حتی در جدی‌ترین لحظات وارد میکنه، مثل جایی که بنیسو دل تورو به عنوان استاد جوجیتسو سان کارلوس میگه بدون ترس، درست مثل تام کروز لعنتی درست قبل از پریدن باب از ماشین. دقیقاً یک متاست، خنده‌دار و کلیشه های اکشن هالیوود رو انگار هم مسخره میکنه و هم اونها رو به نحوی ارتقا میده. اندرسون این کار رو با هدف ساختن فیلمی انجام میده که مثل فیلم‌های بزرگ گذشته احساس بشه، اما در عین حال کاملا اورجینال هم باشه. جذابیت این فیلم نه تنها در اکشن بلکه در عمق روانشناختی شخصیت‌ها نهفته است. برای تحلیل این عمق باید سراغ نظریه بیگانگی ژاک لکان بریم. لکان معتقده که انسان برای ورود به نظم نمادین مجبور به پذیرش زبان دیگری بزرگ میشه و این باعث بیگانگی سوژه از خود حقیقی شده. در سینمای اندرسون این دیگری بزرگ اغلب در قالب پدر جانشین یا خانواده جانشین خودش رو نشون میده. دیکاپریو در نقش باب خارق‌العاده است. باب که زمانی گتو پت بود به وضعیت اون به عنوان مردی سفید پوست اشاره داره که تو گروهی که بیشتر اعضاش سیاه پوست هستن فعالیت میکنه. الان به پدری پارانوید دائم الخمر و معتاد به علف که شبیه به همون ریک دالتون عصبی تو فیلم روزی روزگاری در هالیوود شده. باب در یک دوراهی هستی شناسی گرفتار شده. اون میدونه که برای محافظت از دخترش باید با قوانین جهان نمادین که پلیس و سازمان‌های دولتی هستن درگیر بشه، اما زبان و رمزهای انقلابی قدیمیش رو فراموش کرده. صحنه‌ای که پشت تلفن سعی میکنه رمز عبور شبکه قدیمیش رو به خاطر بیاره اما نمیتونه، اوج این بیگانگیه. این موقعیت تنش میان میل به پیدا کردن دخترش و زبان
پروتکل‌های خشک و خالی رو نشون میده. دیکاپریو همون عمق احساسی و غرق شدن کامل تو شخصیت رو طوری نشون میده که دنیل دی لوئیس به عنوان یکی از بزرگترین بازیگران متد اکتینگ تاریخ سینما معروف به اونه. یعنی اون نه تنها تو صحنه بلکه در طول کل فرایند فیلمبرداری تو نقش میمونه و خب این کار سختی‌های جسمی و روانی زیادی داره. دیکاپریو هم از این سبک الهام گرفته اما کمتر افراطی. اونم متد اکتوره و سعی میکنه در نقش غرق بشه. مثل بازیش توی رونانت. مارتین اسکورسیزی که با هر دوشون کار کرده میگه دیکاپریو بیشتر روی طبیعی بودن تمرکز داره، یعنی نقش رو از درون شخصیت بیرون میکشه بدون اینکه کاملا زندگیش رو فدا بکنه. شامپن تو نقش سرهنگ استیون جی لاکجاو یک شرور نفرت انگیز و در عین حال مضحکه. لاکجاو یک متعصب نظامی افراطیه که مشتاق به یک فرقه مخفی برتری طلب سفید پوست به نام باشگاه ماجراجویان کریسمس بپیونده. این میل به تعلق حتی در شخصیت‌های شرور یکی از دغدغه‌های اصلی اندرسونه. اما طنز تلخ اینجاست که لاکجاو در جستجوی هویت پاک برای پیوستن به این نظم نمادین متوجه میشه که ویلا حاصل رابطه سمی اون با پرفیدیاست و خب این ناپاکی عضویت اون رو به خطر میاندازه. لاکجاو در جستجوی تعلق در دنیای کاملا دو قطبیه. صحنه کوکلاس کلان پن واقعا جنجالیه. صحنه‌ای که لاکجاو مدالی دریافت میکنه که به نام ناتان بدفورد فارست، بنیانگذار کوکلاس کلان و ژنرال کنفدراسیون در جنگ‌های داخلی آمریکا نامگذاری شده. این صحنه نمادی از ادغام ایدئولوژی KKK در ساختارهای قدرت مدرن فیلم هست و نشون میده چطوری رژیم حاکم که به عنوان یک دولت فاشیستی توصیف شده نژاد پرستی رو به صورت رسمی جشن میگیره. این سکانس سیستم حاکم رو به عنوان یک نیروی سفید برتر پندار و ثروتمند که ایدئولوژی نژاد پرستانه رو کدگذاری کرده افشا میکنه. نقش تیانا تیلور به عنوان پرفیدیا، زنی سرکش، بحث برانگیزترین بخش فیلمه. پرفیدیا به علت ترومای موروثی و افسردگی بعد از زایمانش رفتارهای متناقضی داره. اون نه تنها از باب دور میشه تا دوباره به فعالیت‌های حزبی و انقلابیش برگرده، بلکه به لاکجاو دشمن اصلیش گرایش جنسی داره و با اون وارد یک رابطه صمیمی میشه. انگار اندرسون با ترسیم پرفیدیا به عنوان یک زن انقلابی سیاه‌پوست بیش از حد شهوانی و خودخواه، مثلا اولویت دادن به رابطه جنسی بر فرار از بمب در حال انفجار و ترک دخترش از کلیشه نژاد پرستانه ایزابل یا همون جزبل تروپ استفاده کرده. این دوگانگی اخلاقی پرفیدیاست که محرک اصلی داستانه. پرفیدیا نمونه ای از میل دیگریه. رابطش با لاکجاو ترکیبی از دستکاری شهوت و سقوط برای مرد بده که حتی خود تیلور رو هم گیج میکنه. پرفیدیا در نهایت به گروهش خیانت میکنه تا زمان بخره و فرار کنه. خیانتش به گروه نه ضعف بلکه تاکتیکی برای بقا تو جهانی بیرحمه. تیلور نماینده مبارزان ضد فرهنگیه که تو جهان مدرن با چالش‌های شخصی و سیاسی روبرو هستن. ویلا ابتدا به عنوان دختر روبوده شده معرفی میشه اما کم کم به سوژه‌ای فعال بدل میشه. این تحول نظریه نگاه لورا مالوی رو به چالش میکشه. لورا مالوی با نظریه نگاه نقدی بر نحوه نمایش زنان در سینما ارائه میده و میگه زنان در سینما فقط برای پیشبرد اهداف مردانه هستند. در فیلم تحول شخصیت ویلا از یک ابژه به یک عامل تعیین کننده نشون میده که چطور زنان میتونن نقش فعال و تعیین کننده‌ای در روایت داستان و نقد اجتماعی داشته باشن. ویلا دیگه ابژه نیست بلکه عامل تغییره، نشانی از نسل جدید که آینده رو باز تعریف میکنه. اون نه تنها محرک داستانه بلکه نقدی زنده بر ایدئولوژی های قدیمی پدرش و نسل گذشته به حساب میاد.
موسیقی ششمین همکاری جانی گرین‌وود با اندرسونه. نه تنها یک همراه بلکه یک نیروی محرکه ساختاری آشفته، پر جنب و جوش و اعصاب خرد کن و مترونوم تعلیقه. گرین‌وود از پیانوی پرکاشن استفاده میکنه که شبیه به صدا در اومدن آژیر خطر و حس هرج و مرج کنترل شده رو ایجاد میکنه. یه سکانس طولانی 20 دقیقه‌ای وسطای فیلم فقط با اتکا به این موسیقی دیوانه‌وار تنش و نفسگیری رو حفظ میکنه. آهنگ دیرتی ورک از گروه استلیدن در قلب تم اصلی فیلم قرار گرفته. ریتم و ملودیش جو رادیکالیسم دهه 60 و 70 رو زنده میکنه، مثل موسیقی های ضد فرهنگی یا راک اون دوران که با صحنه های تعقیب یا گفتگوی ایدئولوژیک همخوانی دارن. در نهایت نبردی پس از نبرد دیگر با وجود تمام آشفتگی ها و تیرگی ها یک اثر امیدبخشه، اما امیدی شکننده. ویلا در انتها با وجود پذیرش حقیقت تلخ خیانت مادر و نازی بودن پدر بیولوژیک، میراث مادرش رو نه در مسیر خشونت آمیز بلکه در مسیر خود آگاهانه تر و مسالمت آمیزتر از مبارزه حمل میکنه. این فیلم در مورد اینه که مبارزه برای تغییر هرگز متوقف نمیشه، اما روش‌های این مبارزه میتونه تکامل پیدا کنه. پل توماس اندرسون نه تنها تونسته یه فیلمنامه غنی و سیاسی رو ارائه بده، بلکه اون رو به شیوهی ساخته که مخاطب رو در طول تقریباً 3 ساعت زمان فیلم خسته نمی‌کنه. این فیلمیه که احساس زنده بودن رو منتقل می‌کنه. این فیلم به راحتی یک شاهکار تعیین کننده نسله. پس اگه هنوز این فیلم رو ندیدید، توصیه می‌کنم حتما اون رو در بزرگترین پرده ممکن تجربه کنید. اگه این نقد و بررسی رو دوست داشتید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و نظر خودتون رو در مورد این که آیا این فیلم بهترین اثر اندرسونه یا نه با ما در میون بگذارید. تا تحلیل بعدی، خدا نگهدارتون.